سلام به همه بچهای آنلاین، مرسی که شرکت کردین. مرسی از شما که وقت گذاشتین اومدین با یک علم جدید و یک متد جدید از هوش مصنوعی آشنا بشیم. دوست دارم از دید خودتون اول به من بگین که از هوش مصنوعی چی شنیدین و فکر میکنین چه کاری میتونه براتون بکنه و تا یکم دیدتون رو نسبت به این موضوع عوض کنیم، بعد بریم سراغ این که اصلا ما قراره باهاش چیکار کنیم. هر کی دوست داره یه فیدبکی به ما بده که ببینیم چجوریه. جان خودم گرافیستم، یه مقدار توی عکس و اینا از بینگ و اینا کمک گرفتم، با ایده گرفتم. بیشتر ایده کمک از میدجرنی هم رایگانش برای یه سری از دیتیل هایی که بخوام بنویسم برای یه سری پروژه‌ها کمک گرفتم. مثلا یه مقاله‌ای بود، یه پوستری بود، می‌خواستم ایده بگیرم. بله. از اون کمک گرفتم که زبون بینگ رو بشناسم. درست. گفتم من یه لوگو با یه همچین دیتیلی می‌خوام. حالا یه متن دارم من شسته رفته بنویس که بدم به بینگ یه ایده ازش بگیرم. خب بعد نبود، بعد جواب داد، خیلی باش بلد نبودم، ولی دست با شکسته یه چیزایی گرفتم. اصلا میخوام بدونم تعریفت از چت جی پی تی چیه؟ اگه بخوای چت جی پی تی تو یه جمله به من بگی چیه؟ فقط هم در همین ازش استفاده کردم. یعنی یه جوریه که یه خوبی چجوری بگم؟ عامیانه بخوام بگم میتونی بهش یاد بدی ازش بگیر. یعنی مثلا بهش میگم برو فلان چیزو بخون یاد بگیر، بعد حالا نسبت به اون چیزی که یاد گرفتی همچین چیزی بهم بده. خب این یک تکنیکیه که ما توی یکی از متدها از یکی از قسمتاش استفاده می‌کنیم. این دقیقاً وجود داره. یعنی ما کل ورکشاپی که می‌خوایم صحبت کنیم راجع به یه علمیه به نام پرامپت انجینیرینگ. پرامپت انجینیرینگ یا مهندسی پرامپت یعنی چی؟ پرامپت دستوریه که ما داریم به هوش مصنوعی میدیم تا متوجه بشه حرف ما رو و به ما خروجی بده. حالا ما اگر بیایم این دستور رو مهندسی کنیم و در ساختاری که متوجه میشه بهش بدیم، خروجی مناسب میگیریم. اصلا من همیشه ورکشاپ خودم با این صحبت شروع میکنم که ما دو سبک آدم در استفاده از هوش مصنوعی داریم. اولین سبک این شکلیه که میگن ما جواب اشتباه میگیریم از هوش مصنوعی. خب شما اگر سوال اشتباه بپرسین قاعدتا جواب اشتباه میگیرین. اصلا هوش مصنوعی یعنی ارتباط با یک انسان. اگر شما بلد باشین با یک انسان شفاف صحبت کنین، با هوش مصنوعی هم میتونید شفاف صحبت کنید و جواب بگیرید. افراد دوم میگن که استفاده از هوش مصنوعی آسونه. استفاده کردن آسونه، استفاده اصولی درست و علمی کردن آسون نیست، جواب درست گرفتن آسون نیست. الان مشکلی که خیلی از افراد دارن اینه که چت جی پی تی رو باز میکنن، چت جی پی تی 3.5 مثلا کاری نداریم چیه، یک سوالی میپرسن به یک جواب کلی میرسن و نمیتونن کاربردش رو پیدا نمیکنن. به طور مثال همین دوستم که داشت میگفتش گرافیسته، حالا من اینجا میگم چون بچه‌ها اصلا صداتون نشنون، حتی بیایم یکم یو آی یو ایکس دیزاینر فکر کنید من خودم صبح مشکلی خورده بودم تو رنگ دکمه یک کال تو اکشن توی وبسایت. سلام بفرمایید. سلام و بهترین رنگی که بیشترین نرخ تبدیل داشت به من داد و من همون رو استفاده کردم برای این پروژه‌ای که داشتم. صبر کنیم دوستان اضافه شدن. سلام بفرمایید. خب اوکی، مرسی از افراد جدیدی که تشریف آوردن تا با این علم هوش مصنوعی و استفاده درست از هوش مصنوعی آشنا بشیم. ما با این صحبت شروع کردیم که اصلا به من یه فیدبکی بدین، افراد جدیدی هم که اضافه شدن، از هوش مصنوعی چی میدونین، استفاده کردین، چه جوری جواب گرفتین، جوابی که گرفتین تونستین اعمالش کنین و براتون کاربردی بوده یا نه. دوستمون گفتش من گرافیستم، یکم کار کردم، با بینگ کار کردم و به چیزی که می‌خواستم تقریبا نرسیدم. شما استفاده کردین؟ بفهمید. بله. بعضی سرچ ها رو جواب میده ولی بعضی ها رو نه. خب چرا جواب نمیده به نظرتون؟ مرسی. سوال درست یعنی پرامپت درست. پرامپت درست یعنی چی؟ یعنی دستوری که میدیم به هوش مصنوعی تا ما خروجی درستی بگیریم. حالا چه جوری باید دستور درست بنویسیم؟ علمی که وجود داره پرامپت انجینیرینگ.
کل علم پرامپت انجینیرینگ بر این مبناه که ما شفاف صحبت میکنیم با هوش مصنوعی و جوابی که میخوایم میگیریم. یه بحث شفاف صحبت کردنه، یک بحث ساختاری که وجود داره. من اگر بیام از شما بپرسم که شما چطور متوجه میشین یه چیزیو و بیام در همون راستا باهاتون صحبت کنم، شما کاملا میتونین جواب من رو به صورت دقیق بدین. ولی وقتی شما این علم رو ندونین و با این آشنا نباشین، هر پرامپت یا دستوری میدین به هوش مصنوعی و یک جوابی میگیرین که شاید درست نباشه و قابل اعمال نباشه. مشکلی که وجود داره، آدم‌های غیر متخصص میان هوش مصنوعی استفاده میکنن و میخوان خودشون رو به عنوان متخصص تو اون حوزه نشون بدن. من از همین الان بهتون بگم آدم غیر متخصص با هوش مصنوعی هم غیر متخصص میمونه. فکر نکنید آدم غیر متخصص میتونه با هوش مصنوعی متخصص بشه. اصلا یک تکنیک دومی که من توی ورکشاپ قراره بگم اینه که شما با یک حوزه آشنا نیستین، میخواین برفرض مشاوره بگیرین، میخواین اصلا آشنا بشین، میخواین شروع کنین فعالیت تو اون حوزه، اصلا چه جوری باید این مسیر رو برین جلو. چیزی که شما توش متخصص نیستین، اصلا تکنیک دوم واسه همین موضوع. میان شما جوری صحبت میکنین باهاش که قدم به قدم باهاش میرین جلو و در نهایت چیزی که متخصص نیستین ولی جوابی میگیرین که درسته. الان تقریبا آخرین دیتایی که اومده بیرون 82% دیتای چت جی پی تی دقتش اومده پایین‌تر. چه چیزی وجود داره؟ پشت چت جی پی تی و تمام هوش مصنوعی ها یه چیزی وجود داره به نام LLM. دوست دارم که این اصطلاحات شنیده باشین چون باهاش آشنا میشین. یعنی چی LLM به تک تک ما میگن LLM. یعنی چی؟ بر فرض مثال یک نفر هست 30 سال زندگی کرده و 30 سال داره دیتا دریافت میکنه، حرفهای مختلف میشناسه از خانواده، جامعه، مسیر شغلی که داشته، دانشگاهی که داشته، اطلاعات جمع شده در اون. حالا من میرم یک سوال از یک نفر میپرسم، با توجه به تمام دیتایی که داشته به من خروجی میده. یعنی چی؟ یعنی لارج لنگویج مدل، یه لنگویج مدل بسیار بزرگ. حالا ما تک تکمون میتونیم یه لنگویج مدل باشیم. یعنی چی؟ یعنی تمام دیتاها داخلمون جمع شده و حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ جواب بدیم، با توجه به اون چیزایی که جمع شده جواب بدیم. حالا این هوش مصنوعی میان چیکار میکنن؟ میان تمام دیتایی که تو سطح وب هست رو جمع میکنن و با توجه به اون جواب میدن. یه مشکلی که وجود داره، میگن چت جی پی تی یا هوش مصنوعی مختلف آپدیت نیستن. آپدیت 2021 سپتامبر. بعد مشکل اصلی چیه؟ چت جی پی تی 3.5 فقط سپتامبر 2021. ما به همین امروز به چیزی که گوگل وصله و داره دیتا ما نشون میده میتونیم وصلش کنیم. یعنی آخرین مقاله به روزی که اومده ما میتونیم وصلش بکنیم. مشکل اصلی وجود داره، این باور وجود داره که آقا چت جی پی تی دیتاش قدیمیه. خب شاید یه راهی وجود داره ما چت جی پی تی وصل کنیم به دیتا الان. ما اصلا بحث تکست رو الان داریم میبریم جلو. شما میخواین متن تولید بکنید، میخواین ازش سوال بپرسین، سوال متنی دریافت بکنید. بیس تمام هوش مصنوعی ها، هوش مصنوعی که عکس تولید میکنن، ویدیو تولید میکنن و هر چیزی که شما میبینید همین علم پرامپت انجینیرینگه که اون پشت داره به صورت تکست اعمال میشه و شما به صورت گرافیکی دارین استفاده میکنید. فکر کنید میرین سایتی که داره به شما برنامه سفرتون رو میده، مثلا یکی از استفاده هوش مصنوعی که خیلی زیاد داره صنعت میشه، شما میخواین برین لندن و چند نفر دور براتون پیدا میکنین که مثل شما بخوام برن لندن، هم سلیقه شما باشن، بودجه شما رو داشته باشن، جایی که شما دوست داشته باشین رفتن و همونجا باز میکنین، میگین میخوام برم لندن، انقدر بودجه دارم، میخوام با کاپلم برم، میخوام با خانواده برم و با توجه به اون به شما برنامه میده. اون پشت چه اتفاقی میفته؟ اون چیزی که قراره ما یاد بگیریم به نام پرامپت انجینیرینگ. این چیزی که شما یاد میگیرین بیس کل تمام هوش مصنوعی که پیاده شده. حالا میان یک سری موارد گرافیکی روش اعمال میکنن، شما میتونید خدمات مختلف و سرویس های مختلف ازش استفاده بکنید. بحث بعدی که تو باورهای اشتباه هوش مصنوعی وجود داره اینه که هوش مصنوعی فقط به درد سازمان‌های بزرگ میخوره. من میگم هوش مصنوعی به درد هر کسی که نفس میکشه میخوره. چرا؟ چون در بدترین حالت میتونم بگم 6 برابر بعد ورکشاپ تو زندگی شخصیتون میتونید سریعتر برین جلو، بهره وریتون بیشتر میشه. میخواین برفرض یه مثال بزنم، میخواین بریم شه یه تراپیست با یه دیتای محدود، میخواین بریم با یه تعداد مراجعه محدود. فکر کنید یه تراپیستی که همیشه همراهتون باشه، اصلا نمیخواین زمان صرف کنید بهش برسین، نمیخواد یه حرفی بهش نزنین، یه برداشتی بشه، هر چیزی که شما داشته باشین. یه تراپیستی همراهتون دارین که تمام کتابای دنیا رو خونده، تمام دیتای سطح وب رو خونده، تمام کیس استادیا، تمام اینا. حالا می ازش سوال میپرسین، تمام مشکلاتتون میتونید داشته باشین و باهاش صحبت کنید و به جواب برسین. اصلا ما تو این علم میخوایم به جواب درست برسیم. مثلا فرق کسی که پرامپت انجینیرینگ بلده و بلد نیست تو اینه که ما میتونیم به جوابی برسیم که بقیه نمیتونن برسن و این موضوع وجود داره که 99% میتونم به مطمئن بهتون بگم ایرانی‌ها اصلا با همچین علمی آشنا نیستن. این علم توی
دنیا هم داره جدید وارد میشه و هر کسی که داره زودتر یاد میگیره داره بهره وریشو میبره بالاتر. به طور مثال بهتون بگم، شما میخواین یه جا کامنت بذارین، میخواین یه محتوای خلاصه کنین، خب چیکار میخواین بکنین؟ میخواین بشینین محتوا رو تو 3 ساعت بخونین. چرا این کارو بکنین؟ میاین به چت جی پی تی میگین با توجه به رویکرد کسی که مثلا گرافیک دیزاینره، بیا برای من خلاصش کن، جای مهمش رو برام بولد کن و به شما توی 2 تا پاراگراف تحویل میده و شما اون 2 تا پاراگراف رو میخونید و میرید مقاله بعدی. یعنی سرعتتون بسیار بیشتر میشه. بر فرض مثال یه متنی رو نوشتین، میخواین ادامهش بدین، فکر کنید شما تا ذهنتون تا یه جا خلاقه، از اونجا بعد نیاز به ایده دارین، نیاز دارین ببینین بقیه دارن چجوری فکر میکنن. میایم از دید آدم‌های مختلف میبریم جلو. مثلا شما میتونید از دید ایلان ماسک یه مسئله حل کنید. شما و من هیچ کسی کی میتونستیم پیش ایلان ماسک قرار بگیریم و از دید اون یک سوالی بپرسیم حل بکنه؟ تمام دیتاهایی که راجع به ایلان ماسک وجود داشته توی سطح وب جمع شده، نظرش، زاویه دیدش مشخص شده و با توجه به اون میاد به شما جواب میده. میای ازش از نظر سقراط میپرسی مسئله رو، تمامش رو براتون حل میکنه. و این جالبه، ما وقتی میخوایم یه مسئله رو حل کنیم، چرا همیشه یه کاری واسه خودمون نمیتونیم انجام بدیم ولی همون کار برای بقیه باشه انجام میدیم؟ چون وقتی برای خودمون هست احساس درگیر میشه. وقتی احساس درگیر میشه ما نمیتونیم تصمیم منطقی و درست بگیریم. چیزی که اینجا کمکمون میکنه از دید یک نفر دیگه به حل بکنیم و هوش مصنوعی اینجاست که ما جواب بده. یعنی هوش مصنوعی است که احساس رو بگیره از مسئله، منطقی بهش نگاه کنه و حلش کنه. شما میخواین طوفان فکری را بندازین، یه مسئله رو حل بکنین، شما چند نفر رو میشناسین تو اون حوزه متخصص که بیارین جمعشون کنین، فرصت کنن توی جلسه قرار بگیرن که راجع به یه موضوعی با شما طوفان فکری بکنن. براتون طوفان فکری میکنه در یک راستایی که شما مشخص میکنید، 10 تا ایده بهتون میده، بعد میتونید ازش بپرسین با توجه به منابع شما، زمانی، مالی، هر چیزی که دارین، حالا کدومش برای شما کاربردی‌تره. یعنی ما به اکشن میرسیم، در اصل چیزی میرسیم که ما ول میکنیم سیستم و میریم پیاده سازی میکنیم. الان بحثی که هست، میان بلاگ با چت جی پی تی مینویسن و بلاگ درست در نمیاد، بلاگ تایتلاش درست نیست، سئو نمیخوره و هزاران مشکل داره. مشکل اصلی اینه که ما نیومدیم به هوش مصنوعی جوری بگیم که اینو برامون بنویسه که از رقیب هامون جلوتر بیافتیم. بلاگی بنویسه که یوزر بپسنده و از اون ور گوگل شناسایی کنه و رنک بهمون بده. شما توی هر زمینه‌ای تقریبا میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید. فکر کنید برای حل یک مسئله میخواین از هوش مصنوعی استفاده کنید. یک مسئله قاعدتاً چه شکلی به روش‌های مختلفی میشه حلش کرد. به روش شاخه‌ای میشه حل کرد. یه موضوع رو میایم تیکه تیکه جزئش میکنیم و به شاخه‌هایی میرسیم که بریم اجرا کنیم. فکر کنید ذهن ما محدوده و تمام سایت‌های یک بیزینس رو ندیده. میایم به هوش مصنوعی میگیم تمام سایت‌هایی که تو دنیا دارن وقتی یک کار میخواد انجام بشه رو در نظر میگیرن، در نظر میگیره و به ما اکشن میده. به ما اکشن میده که همین الان پاشیم بریم یک کار رو انجام بدیم. چیزی هست دید ما محدوده و یه مشکلی که وجود داره، ما تو ایران گیر کردیم. تو ایران دیتایی که وجود داره و چیزی که ما دیدیم خیلی ممکنه با دنیا متفاوت باشه. ما برای اینکه متفاوت باشیم باید استانداردهای دنیا رو داشته باشیم بریم جلو. و شما وقتی میخواین یه کار رو انجام بدین، اگه بخواید به استانداردهای دنیا برسیم واقعا سخته. ولی چت جی پی تی به سادگی در کمتر از چند ثانیه میتونه به اون برسونتتون. الان مشکل اصلی حتی اونایی که دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن اینه که حداقل بهتون میگم 1 ساعت دارن با هوش مصنوعی صحبت میکنن، به یک جوابی میرسن که نمیتونن اعمالش کنن، به یک جوابی میرسن که نمیتونن پیاده سازیش کنن. ولی شما بعد از یک پرامپت دقیق زدن، بعد 10 دقیقه وقت گذاشتن، میتونین راحت به جوابی که میخواین برسین. اصلا بحث ما همینه. ما توی هوش مصنوعی هم بهره وری داریم. ما 3 تا تکنیک بسیار پیشرفته که تو دنیا داره مطرح میشه رو میگیم و حتی توی استفاده از تکنیک ها هم بهره وری داریم. با توجه به نوع کارتون و ارزش گذاری اون کار تو زندگیتون و مسیر شغلیتون، میان یکی از اون تکنیک ها رو استفاده میکنین. اون تکنیک ها آسون نیست و شما تمرین کنین، مثل هر مهارت دیگه تمرین تا به یه سطحی برسین که بدون فکر کردن اون پرامپت و دستور رو بنویسین. من حتی اول ورکشاپام یه برگاهی بهتون میدم روی کاغذ شروع کنین نوشتن. مثل هر علم دیگه ای شما نیاز داره شما بنویسین، دستتون بیاد ببینین چه شکلیه و بعد شروع کنید آوردن تو چت جی پی تی. شما میخواین یه استراتژی بچینین، میخواین فکر کنین، همیشه دیدین یه کاغذ میذارین جلوتون، به یه سطحی که میرسین میرین پیاده سازیش میکنین. دقیقاً پرامپت نوشتن این شکلیه، چون یک مبحث علمیه، باید روش کار بشه، باید تمرین بشه، از چیزی که ما میخوایم برسیم. ما با علم پرامپت انجینیرینگ زیاد کاری نداریم، ما با کاربرد این علم به عنوان یک انسان در استفاده از هوش مصنوعی کار داریم.
باید یاد بگیریم این رو اعمال کنیم تا به جوابی که میخوایم برسیم. شما تو هر زمینه‌ای که فکر کنین داره از هوش مصنوعی دنیا استفاده میشه. الان کسایی که تو دنیا دارن هوش مصنوعی استفاده میکنن توی تخصص خودشون حداقل 10 برابر درآمد بیشتر دارن و اگر برین تو فوربس، HBR همه اینا بخونین میبینین که اصلا این افراد خیلی کم وجود دارن. چرا؟ چون کسی نمیره سمت یک علم جدید یاد گرفتن علاوه بر تخصصی که خودش داره، ولی این مثل یک علم مکمل باید کنار تخصص شما، کنار زندگی شما قرار بگیره. شما هر ورزشی رو شروع بکنین مربیتون میگه کنارش بدنسازی انجام بدین. چرا؟ چون مکمل هر ورزشیه. شما هر تخصصی داشته باشین، زندگی هم میخواین بکنین، مکملش میشه ChatGPT. الان جدیش نمیگیرین، 3 سال بعد برمیگردین کسایی که جدی گرفته بودن میبینن چقدر جلوتر از شما و اون موقع میفهمین که همچین علمی وجود داشته و من استفاده نکردم. بحث اصلی اینه که یک سری باور غلط تو جامعه وجود داره و میان اینا رو به ما میگن استفاده از ChatGPT آسونه، آپدیت نیست و باعث میشه چی؟ ما منصرف بشیم بریم کنار. خب مثل چی میمونه؟ شما برین از هر کی که توی یک کسب و کاری هست بپرسین، بهش میگه بازار من کساده، چون دوست ندارن یک سری از افراد وارد این کسب و کار بشن، وارد این حوزه، وارد این علم بشن. خب اگر شما وارد بشین قاعدتا یک رقیب برای اون در حوزه خودتون خواهید شد. توی زندگی شخصیتون مربی ورزشی میخواین، اصلا نیازی نیست برید مربی ورزشی بگیرید. شما میان یک برنامه بر اساس اصول دنیا، میان بر اساس رژیمی که دوست دارین، کتو، بر اساس نمیدونم فاستینگ، هر ماده غذایی که نمیتونین بخوری همه چی رو بهتون میده، یه برنامه بهتون میده، حتی سبد خریدتون هم بهتون میده که هفتگی برین این مقدار مرغ بخرین، این مقدار سبزیجات بخرین. حتی تو جزئی ترین قسمت های زندگیمون تاثیر داره. جالبیش همینه که دقیقاً دست میذاره جاهایی که ما اصلا فکر نمی‌کنیم هوش مصنوعی میتونه کمکمون کنه. باید ببینیم که داره دنیا به چه سمتی میره. اگر نگاه کنی همه ابزارهایی که ما تو دنیا داریم میبینیم داره تقریبا هوش مصنوعی بهش وارد میکنن. تمام مدیریت پروژه هایی که وجود داره، تمام برنامه‌های ادیت عکسی که وجود داره، قاعدتا اگر هوش مصنوعی قرار نبود اتفاقی براش بیفته همه شرکت‌های دنیا نمیومدن اینو اضافه کنن به خودشون. ولی ما اون پشت داریم چیکار میکنیم؟ ما تکست بیس یاد میگیریم، یعنی یاد میگیریم که باهاش متن تولید کنیم، پرامپت متنی یاد میگیریم. حالا اینو میتونیم بریم تو میدجرنی پیاده کنیم، عکس تولید کنیم، میتونیم بریم توی فایرفلای پیاده کنیم، برای فتوشاپ بیایم عکسامون رو ادیت کنیم، میتونیم بریم توی بحث‌های ادیت صدا، ادیت تصویر، همه اینا پیاده کنیم و به راحتی به چیزی که می‌خوایم برسیم. الان برفرض کسی که میاد پادکست کار میکنه، وقتی یه صدا رو ریکورد میکنن بینش 1000 تا ای میفته، آدما نمیتونن حرف بزنن. شما فکر کنید بعد دونه دونه اون تدوین کار بشین اینا رو پاک کنه. الان با هوش مصنوعی یه دکمه میزنن، تمام اون تیکه های صدا بهتون میگم تمام اون تیکه های صدا مشخص میشه و خودش حذف میکنه. شما بدونید که نیم ساعت بشین تو 5 دقیقه حذف میکنه. خب شما تو همون زمان میتونید 6 تا پروژه بگیرید. یعنی من بهتون میگم دقیقاً بعد از این ورکشاپ 6 برابر سرعتتون زندگی بیشتر میشه. یعنی تایم پیدا میکنید به کارهایی برسین که تا الان نکردین. ولی چه اتفاقی میفته؟ چون یه علمه، چون یه تکنیکه، چون تمرین نیاز داره، آدما نسبت بهش گارد دارن و اگر هر چی ما زودتر بریم سمتش متوجه میشیم که چقدر ما از بقیه جلوتریم، چقدر ما وقت اضافه داریم پیدا میکنیم نسبت به بقیه که میتونیم تو جنبه‌های دیگه بذاریم. شما تو هر علمی فکر کنید داره استفاده میشه. علمای آنلاین که اصلا بسیار، تخصص آنلاین که بسیار، دیجیتال مارکتینگ بسیار استفاده میشه، بحث‌های محتوا نویسی بسیار استفاده میشه، روزنامه نگارها دارن استفاده میکنن، کسایی که تحقیقات میکنن، برفرض تحقیقات بازار باید چند میلیارد بودجه براشون داشته باشن انجام بدن، الان میرن این سرویس استفاده میکنن، $500 میدن، تمام دیتای سطح وب رو برمیداره، تمام سرورهایی که انجام شده همه چی میاد مارکت ریسرچ تحقیقات بازار به شما میده و میگه این کارو بکنید. اصلا نه، تحقیقات بازار نمیخوام، من شرکتم دیتا داره، مثلا دیتای مشتری خودم دارم، دیتای مشتری خودم رو بهش میدم، میاد نقاط ضعف بیزینس منو پیدا میکنه، میگه با توجه به دیدی که من دارم اولویت‌ها اینه، بیا اول اینو حل کن تا سودت 3 برابر بشه، تا 30% نرخ تبدیل بهتر بشه. چیکار میکنه؟ قبلا آدما میومدن ای بی تست میکردن. چیکار میکردن؟ یه بار رنگ یک دکمه رو قرمز میکردن، یک بار سبز میکردن، بعد 50% آدما میگفتن سبز رو ببینن، 50% قرمز، بعد میبینن چند درصد روی این سبز کلیک میکنن، چند درصد رو قرمز. الان اصلا دیگه نیاز نیست کار بکنیم، به خود چت جی پی تی میگیم شما بین این کیس و این کیس بیا بر ما ای بی تست انجام بده و جوابشو بده و با توجه به ریویوهایی که تو کل
دنیا شده میاد جوابشو به ما میده و ما میریم اینو استفاده میکنیم. یعنی من 1 ماه جلوترم، هزینه‌ای که بعد 500,000 تا کلیک میآوردم روی این که بفهمم دیتای دقیق دارم میگیرم همش صرفه‌جویی میشه. میخوام تبلیغات برم، الان تبلیغات تقریبا 4 ماه خود گوگل هم هوش مصنوعیش آورده تبلیغات. چرا؟ آدم‌ها رو جای درست تارگت کنه. ما الان تو بحثی که تو تبلیغات داریم آدم‌ها جای تارگت میشن که لحظه خریدشون نیست. اگر نقطه خرید باشه ما خیلی راحت‌تر میتونیم آدم‌ها رو به خرید وادار کنیم. برای همین میاد تارگت درست میکنه، هدف میگیریم آدم‌ها رو و جایی که باید میریم سراغشون. هوش مصنوعی تقریبا توی همه زمینه‌ها پیاده شده. همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم من خودم هر روز دارم 10 تا 15 تا هوش مصنوعی جدید میبینم که داره وارد بازار میشه و چقدر دارن هزینه میکنن و روی این بحث مخصوصا استارتاپ هایی که داره با هوش مصنوعی میاد بالا. الان سرمایه‌گذارهای اصلی دارن رو هوش استارتاپ هایی کار میکنن که با هوش مصنوعی دارن میارن بالا. چرا؟ چون شما الان نگاه کنید، من یک کپی رایتر میخوام بیارم $3500 میخواد از من بگیره، شرکت کانادایی صرف کنید. من چرا بیام این کارو بکنم؟ من میام ماهی $50 میدم، بهترین سرویس دنیا رو میگیرم با تمام دیتای سطح وب، کسی که همیشه خلاقه، کسی که هیچ موقع مریض نمیشه، کسی که همیشه انرژی داره و من یه دستیار دارم که کنارم هست. من چرا بیام یک نفر رو استخدام کنم برای من بنویسه؟ من واقعا این کارو نمیکنم. الان وبسایت من رو برین چک کنین میبینین که تمام دیتاشو دارم با هوش مصنوعی مینویسم. اصلا چرا باید یک نفر رو بیارم که این کارو بکنه؟ تو زبان فارسی یک مقدار چیکار باید بکنین؟ بیاین خودتون به عنوان متخصص روش نظر بدین. من به خاطر همین میگم شما نباید به عنوان غیر متخصص بیاین از هوش مصنوعی استفاده کنین و فکر کنین متخصص شدین و یه جا جواب غلط بهتون میده و آسیب میبینین. اصلا یکی از هدایایی که تو ورکشاپ من میدم اینه که دقت هوش مصنوعی رو چند برابر کنیم. مثلا نمیگم چند برابر که بسیار جذاب اونجا ببینید. اصلا وقتی شما 80% دیتا کم شده دقتش، شما چه جوری انتظار دارین کسی که متخصص نیست بیاد جواب دقیق بگیره؟ جوابی که میخواد بره تو جلسه مدیرش ارائه کنه و فکر میکنه مدیرش اون جواب درسته ولی میاد نگاه میکنه نه اون جواب کاملا غلطه. بحثی که وجود داره ماها هی میریم با چت جی پی تی صحبت میکنیم، دیتای اشتباه بهش میدیم، پرامپت اشتباه میدیم و جواب اشتباه میشنویم، از اون طرف اونم داره ترین میشه. چه اتفاقی میفته؟ بر اساس دیتای غلط ترین میشه. حالا چیکار کنیم از این دیتای غلط دیتای تمیز بکشیم بیرون؟ یه فیلتر میذاریم اون وسط دیتای تمیز رو میکشه بیرون. چجوری این کارو میکنیم؟ یکی هدایای ورکشاپتونه که این کارو انجام بدیم. واقعا این کارو انجام ندین دیتایی که میاد بیرون اونجوری که شما میخواین نیست. الان چند تا دوستان هوش مصنوعی استفاده کردن، نمیتونین اصلا برسیم. خیلی شفافتون بگم دیگه، تعارف که با هم نداره، میتونین تست کنید، رایگاناش هم هست، تمام سرویس‌ها هم بخواید من بهتون معرفی میکنم برین استفاده کنید. ما توی ورکشاپ کلا میایم چیکار میکنیم؟ من دوست دارم یه دور روند ورکشاپو بدونین. ما اول میایم با باورهای اشتباهی که در مورد هوش مصنوعی وجود داره صحبت میکنیم و اینا رو میشوریم میذاریم کنار، چون باید یک دور پاکسازی بشه ذهنتون از چیزی که وجود داره. من الان به شما بگم چت جی پی تی با جی پی تی چه تفاوتی داره هیچ کسی نمیدونه، چون فقط توی سطح وب به صورت خیلی فست فودی و سریع اومدن به ما گفتن چت جی پی تی برین استفاده کنید، این ابزار باحاله این کارو بکنید. نه این ابزار باحاله این کارو بکنید، نه ما پشتش بعد بدونیم چه که بتونیم انجام بدیم. شما یه علمو میخواین یاد بگیرین، میرین چیکار میکنین؟ اول میرین مبانیشو یاد میگیرین که بتونین روی اون علم سوار شین. این قضیه هم همینه، شما میایین مبانی رو یاد میگیرین، علمی که اون پشت داره استفاده میشه رو یاد میگیرین که بتونین اعمال کنین و جواب درست بگیرین. ما میایم باورهای اشتباه رو باز میکنیم و همه رو حذف میکنیم. از اون طرف میایم از سرویس هایی که دارن هوش مصنوعی تو دنیا استفاده میکنن رو معرفی میکنیم. خیلی مهمه که از سرویس درست استفاده کنیم. همه نیاز نیست که برن اشتراک چت جی پی تی بخرن. من خودم یک مدت چت جی پی تی می‌خریدم، یک مدت یه چیز دیگه می‌خریدم، بستگی به نیازتونه. هر کدومش قیمت‌های متفاوت داره، خدمات متفاوت میده که اصلا خود چت جی پی تی یا شرکت اوپن ای آی بهتون نمیده. میایم تمام سرویس‌ها رو باز می‌کنیم، بعد شما با توجه به کاری که می‌کنید، با توجه به خدماتی که دارین ارائه میدین، میایم یکی از اینا رو انتخاب می‌کنین، استفاده می‌کنین، میتونین اشتراک بگیرین، میتونین رایگانش استفاده کنین، تست کنین. بعد که اینا تموم شد، بچه‌ها همه ثبت نام کردن، رفتیم جلو، دستشون راه افتاد، با چند تا ابزار آشنا شدن، قدرت انتخاب دیگه دارن. من به شما نمیگم یک ابزار برین استفاده کن این بهترینه، نه، من به شما 5 تا ابزار میدم که بهترین دنیا، میرین ازشون استفاده میکنین، هر کدوم که برای شما کاربردی شما خودتون قدرت انتخاب دارین استفاده کنین. بعد از اینکه ما این ابزارا رو ثبت نام کردیم و تموم شد، میرسیم سراغ اصلی ترین قسمت این ورکشاپ، یعنی 3 تکنیک پیشرفته پرامپت انجینیرینگ. از الان بهتون بگم تکنیک 1 چند تا المان داره، باید رعایت کنیم، باید بهش فکر کنیم. پرامپت نوشتن به سادگی نیست.
باید دستور نوشتن باید وقت بذارین، زمان بذارین. شما زمان میذارین یه پرامپت آماده میکنین، اصلا تمپلیت واسه خودتون درست میکنین که یه کاری رو تکرار نکنید. اون تمپلیت رو تو موقعیت‌های مختلف استفاده میکنید. برفرض شما یه آژانس برندینگ دارین، مشتریای مختلف دارین، یه کار تکرار پذیر دارین انجام میدین، میایین یه تمپلیت پرامپت درست میکنین و برای مشتری هاتون شخصی سازیش میکنین و چیکار میکنین؟ جواب میگیرین. هوش مصنوعی تکنیک یک رو استفاده میکنیم و همونجا بچه‌ها تمرین میکنن. اصلا یکی از شرطایی که بیاین اونجا قراره به سخت‌ترین چیزی که تو ذهنتون بوده و نتونستین جواب بدین فکر کنین و بیاین اونجا ما با 3 تکنیک حلش بکنیم. اگر متخصص نیستین با تکنیک دوم میریم، بعد با تکنیک اول میریم. اگر فکر میکنین متخصصین تکنیک اول کارتون رو میندازه، ولی نیاز به فکر کردن داره. من همیشه میگم باید از مغزمون استفاده بکنیم، چون اولش داریم علم جدید یاد میگیریم. همون موقع که داشتین فیزیک یاد میگرفتین چقدر براتون سخت بود، اینم اولش داریم علم جدید یاد میگیریم ولی کل علمو یاد نمیگیریم. تیکه‌ای که برای ما کاربردی رو یاد میگیریم و میایم اعمالش میکنیم و میایم روش سوم رو یاد میگیریم و بیشتر از این 3 روش توی دنیا پیدا نمیکنیم. الان دارن همه مقاله هایی که بریم بخونید، دوره هایی که بریم شرکت کنید، اومدن این تکنیک ها رو، این روش ها رو اومدن به چند تکنیک تقسیم کردن و به عنوان تکنیک دارن به شما میگن. ما اصلا یه مباحثی داریم که همه این تکنیک ها رو میاریم توی پرامپت و یک پرامپت آماده. من میتونم بگم 2 صفحه آچار مثلا پرامپت می‌نویسین ولی به یه جوابی میرسین که تو 10 ساعت نمیرسیدین، تو 2 روز نمیرسیدین. شما چجوری می‌خواستین تو 10 دقیقه تحقیقات بازار کنین؟ تو 10 دقیقه چجوری میتونستین بتونین 50 تا مقاله رو بخونین؟ هیچ کدوم اینا انجام نمیتونستین بدین. چرا؟ چون آقا اصلا وقت نمیشه، انسان نمیتونه وقت کنه. و بحث بعدی که میریم جلوتر با اینا تمرین میکنیم و میرسیم به یک سری هدایامون و سرویس های کاربردیمون. سرویس های کاربردی مثلا چی میتونم بهتون معرفی کنم؟ ما یک PDF میاد، یک مقاله میاد از گزارش برفرض سئو 2023. ما نمیخوایم تمام این مقاله رو بخونیم، ما این رو آپلود میکنیم، دقیقاً میگیم نقطه‌ای که مد نظرمون هست دیتا رو از 100 صفحه میکشه بیرون. تو 10 ثانیه به دیتای میرسیم. من 40 دقیقه بعد میگشتم دیتا رو پیدا میکردم. خب چرا من 10 ثانیه وقت نذارم به جای 40 دقیقه به دیتایی که میخوام برسم؟ این مقاله تموم شد میرم مقاله بعدی، این مقاله تموم شد میرم مقاله بعدی. هر فایلی رو شما میتونید بکشین بیرون، میتونه تکست باشه، میتونه داکیومنت ورد باشه، میتونه پاورپوینت باشه، میتونه PDF باشه، آپلود میکنین، اسکن میشه تمام تکستاش و شما سوال میپرسین. حتی اینجاش جالبه که به شما میگه این 3 تا سوال میتونین بپرسین. یعنی حتی سوال پیشنهادی هم به شما میده، یعنی قدرت فکر کردن رو از شما میگیره. میگه اصلا نیازی نیست فکر کنی، من یه سری کارا رو میکنم، تو برو یه جاهای مهمتر فکر کن، تو برو درخواست رو شفافتر بنویس که به نتیجه‌ای که میخوای برسی. اصلا ما کارهای بیسیک رو باید واگذار کنیم تا بریم توی سطح دیگه و کارهای دیگه بکنیم. اگه بخوایم درگیر کارهای سطحی بمونیم همیشه درگیر کارهای سطحی میمونیم. باید کارهایی که میشه هوش مصنوعی انجام داد و توقع داریم انجام بده رو بهش بدیم و کارمون زودتر تموم کنیم و روی یک چیز دیگه سرمایه گذاری کنیم و دقت کارمون رو ببریم بالاتر و بهره وریمون رو ببریم بالاتر. اصلا کل ورکشاپ تقریبا میشه گفت بهره وریه. ما داریم از هوش مصنوعی استفاده کنیم که بهره وریمون بره بالا. اگر چیز دیگه اینجا وجود داشت به من بگین. تمامش بهره وریه. شما 10 روزو میکنین 1 روز، 10 ساعتو میکنین 10 دقیقه. شما هر چی پرامپت بیشتری بنویسین دستتون بیشتر راه افتاده و اینکه میتونین راحت‌تر با هوش مصنوعی تعامل پیدا کنین. ولی من میگم کل علم پرامپت انجینیرینگ میشه شفاف صحبت کردن با هوش مصنوعی در یک ساختاری که مشخصه. یه ساختاری تو دنیا وجود داره، ما شفاف صحبت میکنیم، داخل این ساختار قرار میدیم، اینو هوش مصنوعی میدیم و جوابش رو میتونیم پابلیش کنیم. همینقدر بهتون راحت بگم. اون جواب خروجی میتونین پخش کنین تو سطح وب، اینقدر میتونین به جواب دقیقی برسین. و مهمترین قسمتش ایده یابی. شما ایده هایی که به ذهنتون میرسه محدوده. چند نفر رو میتونین پیدا کنین و دور هم جمع کنین. شما با چت جی پی تی یا هر هوش مصنوعی کلاد لاما که تا برای فیسبوک جدید داده بیرون برای شرکت متا، میتونید همه اینا رو جمع کنید و راحت به اون چیزی که میخوایم برسیم. بحث سر ما اینه پروداکتیویتی. چرا وقتمون که انقدر ارزشمنده بذاریم برای این چیز؟ تفریح دوست داریم، از 3 ساعت بعدش رو تفریح کنین، علم جدید یاد بگیرین. حتی با هوش مصنوعی میشه علم‌های جدید یاد گرفت. بهش میگیم تک تک مرحله به مرحله قدم به قدم. شما میخواین برین یه علم جدید یاد بگیرین، همیشه سوالتون اینه که از کجا شروع کنم، کدوم منبع مهمه و نه، میاد قدم به قدم بهتون توضیح میده، جایی مهمش رو میگه، جایی که اول نیازه یاد بگیرین. شما یه آموزش فتوشاپ میخرین، میان تمام ابزاراشو بهتون میگه، شروع میکنه ابزار بسیار غیر کاربردی هم بهتون میگه یاد میگیرین. نه، قرار نیست این اتفاق بیفته. قرار جای کاربردی یاد بگیری، قرار نقاط مهمو یاد بگیری، قرار اصولی یه روشی یاد بگیری که به درد میخوره و همینجوری بری جلو. موضوعی که وجود داره اینه که دیتایی که از هوش مصنوعی میاد بیرون قابل تشخیصه. شما نمیتونین بدین به استاد دانشگاهتون SOP بنویسین، بدین دانشگاهی خارجی میخواین مهاجرت کنین و
ما توی ورکشاپ یکی از هدایای کاری میکنیم که دقیقاً متنی که هوش مصنوعی می‌نویسه رو در یک جهتی میبریم که از فیلترهای هوش مصنوعی رد بشه تا هوش مصنوعی تشخیص نده و استادی که میره میذاره هوش مصنوعی، خودتون تست کنید ببین هوش مصنوعی چی تولید کرد، کپیش کنید، بعد به هوش مصنوعی بگید اینو تو نوشتی، همونجا بهتون میگه بله این توسط هوش مصنوعی نوشته شده. خب حالا اینو بدیم به استادتون چه مشکلی میخورید؟ ما اونم دور میزنیم. شما به من میگین به دیتای سطح وب وصل نمیشه، دیتای همین امروز مثلا نمیدونم 9 سپتامبر وصل نمیشه، من میگم به دیتای امروز 9 سپتامبر وصلش میکنیم. یعنی هر چیزی که بهتون گفتن نمیشه رو واقعا ما میبریم در جهتی که میشه. اگه نمیشد که بقیه تو دنیا این کارو نمیکردن، ذهنمون رو محدود میکنن و در سطحی نگه میدارن. قدرت ما اینه که میایم اینا رو میذاریم کنار، میایم استفاده واقعی از هوش مصنوعی رو میکنیم. دقیقاً تفاوت چیزیه که یه یوزر عادی میاد و هوش مصنوعی میپرسه و یه کسی که پرامپت انجینیرینگ بلده میاد چیکار میکنه، مهندسی پرامپت بلده میاد سوال درست رو میپرسه. ما هنر درست صحبت کردن داریم و دقیقاً کل ورکشاپ ما روی این مبنا میره جلو. اگه دوست دارین سوالی بپرسین در جهتی ببریمش جلو بهم بگین حتما. جان؟ نگه یکم تون صحبت میکنم، هر جا که دوست داشتین تکرار شه بهم بگین. رفتم 6 برابر شد. هر کدوم تو تونستین یک دقیقه مثل حسین صحبت کنین، تون به این سوال صحبت کنین، یه دوره رایگان از من جایی. یعنی که دقیقاً بحث سر همینه دیگه. شما پروداکتیویتی حیف وقتمونه بذاریم 400 یه کاری کنیم، واقعا حیف وقتتونه. میتونید بلاگتون رو بدین بنویسه، درباره ما سایتتون رو بدین بنویسه، متن اصلی صفحه وبسایتتون رو بنویسه، رنگایی که میخوایم. مثلا من میگم تو همه زمینه هوش مصنوعی قابل استفاده است. یعنی چی؟ من الان به عنوان یک آدمی که میخواد شاغل باشه باید یه پرسونال برند، یه برند شخصی داشته باشم. حالا من میخوام تو جامعه آدم خلاق، نمیدونم هنرمند و نشون داده بشم. از چه رنگی باید استفاده کنم؟ باید یه نفر رو پیدا کنم که روانشناسی رنگ بدونه، برم کتاب روانشناسی رنگ 400 صفحه بخونم و نه میام از هوش مصنوعی میپرسم کسی که میخواد این مدلی نمایان بشه توی جامعه و این مدلی بشناسنش باید چه رنگی استفاده کنه؟ میاد میگه بنفش با کد رنگی این استفاده کنه، همینو ورده برو استفاده کن. چرا من میام 400 صفحه کتاب بخونم؟ مثال بهتون بگم، من عاشق جردن پیترسون و همه جا اینو میگم. جردن پیترسون کتاب داره 12 قانون زندگی. خب من واسه چی بعد وقت بذارم بیام 200 صفحه برفرض کتاب 12 قانون زندگی بخونم؟ میام میگم خلاصه‌شو به من بگو نکات مهمش چی بوده و هر کدوم من بهم بگو کدوم فصل بوده. میاد بهم میگه، من اینو نگاه میکنم میبینم چقدر جالب، همینا برای من بس بود. من دیگه نمیرم 200 صفحه کتاب بخونم. حالا میگم از دید این کتاب بیای مسئله رو حل کن. تمام دیتایی که تو اون کتاب هست و دید جردن پیترسون رو برمی‌داره، میاد این مسئله برای من حل میکنه. من هیچ موقع نمیتونستم به ذات فیزیکی جردن پیترسون رو نزدیک ببینم، ولی میتونم نظرش که از همه چی واسه من مهمتره کنار خودم داشته باشم. چرا این کار نکنم؟ برفرض مثال من یک ماه پیش بود داشتم یه دونه مصاحبه اندروتیت رو میدیدم، 4 ساعت مصاحبه کرده بود و واقعا 20 دقیقه اول دیدم مثلا من آدم نشستم 20 دقیقه رو صندلی نیستم. خب چیکار میکنیم؟ میدیم به هوش مصنوعی، هر ساعت رو برامون خلاصه میکنه، مهمترین درسای هر ساعت رو برامون برمی‌داره، حتی بهمون تایمش هم میگه که اگر دوست داشتیم اون درس رو بیشتر بخونیم و بیشتر راجعش بشنویم میریم اون دقیقه ویدیو رو میبینیم. خب من چرا بعد 4 ساعت بزنم یه مصاحبه ببینم وقتی بهم میده؟ این یاد میگیریم، اینا همه تو ورکشاپ یاد میگیریم. آیا برای استفاده از این هوش مصنوعی که تحت وب هست دیگه همش بله نرم افزار خاصی مثل فتوشاپ و نمیدونم سینما 4D اینا نیست، ما برای استفاده از این باید حتما اشتراک داشته باشیم، یعنی ماهانه پول بپردازیم به اون شرکت تولید کننده هوش مصنوعی یا نه رایگان هم هست میشه استفاده کرد؟ خب یه بحثی که من میگم این خیلی نکته مهمیه که شما میگین باید اشتراک هوش مصنوعی بگیرین یا نه. من کامل بهتون شفاف میگم که اشتراک بگیرین چه اتفاقی میفته، اشتراک نگیرین چه اتفاقی میفته. و این مبحث هستش که شما هر کاری میخواین بکنین ابزار اون کارو میخرین. میخواین برید تولید محتوا کنین، ویدیو میخواین بگیرین، نور میخرین، یه دوربین میخرین. اشتراک هم من میگم اگر میخواین آدم حرفه‌ای باشین باید بخرین. واقعا آدمی که اشتراک میخره با آدمی که اشتراک نمیخره خیلی متفاوته، مگه اینکه داره تمرین میکنه. برای تمرین کردن بدون اشتراک من میگم اشکالی نداره، ولی شما راحت میتونید با ایرانی کار و خیلی سرویس های مشابهش بیاین اشتراک رو بخرین، با قیمت خیلی مناسبی استفاده کنین. چون چیزی که توسط نسخه فری یا ورژن رایگانش نوشته میشه با نسخه پروش نوشته میشه واقعا زمین تا آسمون فرق داره و برای تمرینش فقط من پیشنهاد میکنم از این استفاده کنین. جان بعضی از چیزایی که حرفه‌ای داره برای ریگ کاراکتر آره اسم نمیذاره، نداره. دقیقاً. ولی خب اگه بتونی بخریم که خیلی
ببینید ابزارهای مختلف وجود داره. اگر از شرکت اوپن ای آی بخوایم بخرین $20 خودشه با تکسش و تقریبا هزینه که ایرانی کارت اینا میگیره ماهانه $25 میشه. میتونید سالانه تقریبا با $18-19 بخرید. واقعا $18 دیگه چیز زندگیمون حساب نمیشه. از اون طرف سرویس های مختلف میتونید از $9 بخرین. من اینقدر سرویستون معرفی میکنم تاپ های دنیا رو که دستتون بازه. میتونید برید $9 رو با توجه به نیازتون بخرید. نه بیاین اون $100 رو بخرین. مثلا شما یه پرامپت رو میخواین بدین و تو 4 تا هوش مصنوعی کنار هم جواب بگیرین. بعد چیکار کنین؟ بعد پرامپتتون رو کپی کنین، هوش مصنوعی دوم پیست اینتر، هوش مصنوعی سوم پیست اینتر، چهارم پیست اینتر. خب چرا این کارو کنیم؟ ما تو این کارا بهره وری داریم. یه سرویستون معرفی کنم تو 4 تا هوش مصنوعی خودش کنترل وی اینتر رو میزنه و جواب پرامپتتون رو بهتون میده. ما همه جا پروداکتیویتی داریم. مثلا خیلی جذابه و سرویس های مختلف معرفی میشه. هر کسی با توجه به نیازش میره سرویسشو میگیره و همه قرار نیست چت جی پی تی بگیرن. کسی که تکست میخواد تقریبا میره چت جی پی تی و موارد این شکلی استفاده میکنه. تکست میشه تو هر راستایی باشه ها. یعنی شما مقاله علمی میخواین بنویسین، اس او پی دانشگاه میخواین بنویسین، میخواین محتوای بلاگ درست کنین، هر چیزی که میخواین تکست بیس باشه باید چت جی پی تی و موارد این شکلی بگین. یا ابزارهایی که از چت جی پی تی استفاده میکنن. چت جی پی تی یه دیتابیس این پشت داره. سرویس های مختلف اومدن چیکار کردن؟ گفتن هوش مصنوعی ما بهتر از شرکت اوپن ای آی. ما میایم یه چیزی طراحی میکنیم، ما هم $20 میگیریم، ولی میایم یه هوش مصنوعی روش میذاریم، جواب دقیق‌تر، مرتبط‌تر و میگیریم. اینم میاد از این استفاده میکنه. دیتابیس یکیه ولی هوش مصنوعی که از دیتابیس استفاده میکنه تا به شما خروجی بده متفاوته. برای ما که مثلا حالا ایران زندگی می‌کنیم، معاملات اقتصادیمون آدمیزادی نیست، میتونیم مثلا به دلار پرداخت کنیم یا مثلا ایرانی کار تو کمتر از 2-3 ساعت فکر کنم براتون انجام میده. خیلی راحت. توی ورکشاپ که هست اون ای آی داشت، ای آی که ما گیر بکنیم هم توضیح میدید یا یه سری تایتل ای آی دارید که اونا رو توضیح میدید؟ ببینید تمام هوش مصنوعی چیزو میگیم، تکست بیس رو میگیم. تکست بیس ها کدومان؟ چت جی پی تی، کلاد، لاما، گوگل پالم و این سری چیزاست. یه جی اس ای هم هست اضافه تر میگیم، خیلی جذابه. نمیدونم آشنا هستین یا نه. برای گوگل بارد هست. اصلا میگم مثلا گوگل بارد استفاده نکنین. اینقدر شفافه میگم گوگل بارد کس نباید استفاده کنین. میاین اونجا میبینی حافظه نداره. مثلا یه مبحثی که باز میکنیم حافظه هوش مصنوعی عین انسان 2 تا حافظه داره. حافظه کوتاه مدت داره و بلند مدت. ما اگه یاد نگیریم از این حافظه استفاده بکنیم جواب غلط میگیریم. ما حتی تو پرامپت نوشتنمون هم بهره وری داریم. چیکار کنیم؟ پرامپتمون خلاصه تر، جواب دقیق تر بگیریم. اینه که ما رو نسبت به بقیه متفاوت میکنه. چون هر چقدر جواب پرامپتمون بلندتر باشه دقت هوش مصنوعی میاد پایین. مثل چی؟ من حافظه کوتاه مدت شما میخوام استفاده بکنم، به شما 5 دقیقه صحبت میکنم، شما قطعا 10 ثانیه اول یادت میره. فکر کنید با هوش مصنوعی ما همینه. یه پرامپت می‌نویسین انقدر قطعا اولش یادش میره. خب ما اصلا بعد یاد بگیم پرامپتمون رو بهینه بنویسیم، دقیقاً چیزی که میخواد بنویسیم تا خروجی که ما میخوایم بهمون بده. پس این کارو میکنیم و بعد در نهایت چیزی که بهم گفتی میام یه سری دیتابیس بهتون میدم که تمام هوش مصنوعی که تو دنیا بوده و داره میاد، ابزارهای مختلف، مثلا میخوایم باش سفر بریم، میخوایم ویدیو باش ادیت کنیم، هر کاری که دنیا داره میکنن دارین اون تو تاپ ریتد رو انتخاب میکنین. به جای اینکه برین هوش مصنوعی 5 تا توی زمینه انتخاب کنین، تاپ ریتدی که مردمو انتخاب کردن رو استفاده میکنین و راحت متوجه میشین چیه. اکثرشون هم دمو دارن مگر اینکه خیلی تخصصی باشن. مثلا میگم یه سری خیلی تخصصی، میگم اونم اگر بچه‌ها بخوان کسی بخواد توضیح میدید راجبش، میتونیم با هم چکش بکنیم. ولی مثلا شاید بهتون بگم تقریبا بیش از 8000 تا ابزار همین الان که داریم صحبت میکنیم توی سطح وب وجود داره. نمیشه مثلا تک تکش رو با هم چک کنیم. ما چیزی که بیس داستانه نه یکی براش سوال میشه. آره میتونیم با هم چک بکنیم. مثلا میگم دیتابیسش رو بهتون میدم، میتونیم بریم ببینید آدم‌ها ستای برتر کدومه، از اون ستا استفاده کنیم. به جای اینکه هزینه کنیم وقت بذاریم بریم سرویس پیدا کنیم. ما حتی تو سرویس پیدا کردن هم نه وقت تلف کنیم. چرا واقعا وقتمون رو تلف کنیم؟ تو همه چی منابع وجود داره، آدم‌ها نظر دادن و میتونیم از همه اینا استفاده بکنیم. اینه که فرق ما بین آدمای مختلف میشه. باز اگه سوالی دارین مبحثی هست من توضیح بدم میشه. معماری هم جالبه وقتی شما اسکیس در واقع اسکیس رو میکشید میدید در چت جی پی تی اینو بله استفاده میکنه میاره بالا و چت جی پی تی نیست، یه سرویسیه که داره از این استفاده میکنه. دقیقاً برای اینتریور دیزاین هم دارن استفاده میکنن، برای نقشه کشی هم دارن استفاده میکنن. شما نقشه رو کاغذ میکشین، دقیقاً میدین قشنگ دیوارا رو میکشه براتون بالا، میگین طراحی میخوام مینیمال باشه در این سطح، داخلش هم براتون تیردی میسازه و خروجی تیردی میگیرین. حالا فکر کنین شرکتی که داره تیردی کار میکنه همین رو میتونه تو 10 دقیقه پیاده کنه، به جای اینکه یک نفر تیردی کار پیدا کنه بیاد یه روز مریض باشه، یه روز حوصله نداره. اصلا با انسان کار کردن که مشکلات اصلی خود منه، همیشه یه موضوعی داره که نمیتونه درست کار بکنه.
شغلمون من اینو اولش گفتم. بحثی که وجود داره میگن جای ما رو هوش مصنوعی میگیره. آره کم میشه. تعداد کم میشه. ایران فکر نمی‌کنم این اتفاق میفته. من یه قسمت بهتون توضیح میدم، بعد اون ورکشاپ برین کپی رایترتون رو اخراج کنین. واقعا با کپی رایتر رو اخراج کرد. میتونم همین ورکشاپ تموم شه برین خواهش میکنم. خب من چه جوری میگم اخراج نشین؟ بحثی که وجود داره میگن شما چه جوری جایگزین میشه هوش مصنوعی با ما، با شغلمون. شما اگر این خیلی جنرال نباید حرفو بزنیم که هوش مصنوعی جای ما رو میگیره. ما باید بگیم کسی که بلد باشه از ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه تخصصی خودش استفاده بکنه غیر قابل جایگزین میشه، چون جای یک نفر میاد جای 10 نفر کار میکنه. به جای اینکه من 10 تا کپی رایتر داشته باشم، یک کپی رایتر متخصص که بلد با هوش مصنوعی صحبت کنه رو میذارم اونجا و تمام محتواها رو بدون هیچ گونه مشکل انسانی برام تولید میکنه و اصلا دیگه نگرانی نداره. خود هوش مصنوعی نمی‌تونه تفاوت پیدا کرده که بتونه دیتا از هوش مصنوعی بگیره چیه؟ یعنی چی؟ در واقع جایگزین آدم باشه. یعنی چه جوری؟ به جای اون آدمی که میگید متخصص. بله. هوش مصنوعی متخصص نداریم. بالاخره نیاز به یه انسان داره که دیتا. انسان نیه، اون وسط نیازه. یه دونه میخواد به ذهنیت بده. خب ممکنه که تمام خودش تفاوت الان چت جی پی تی 5 داره میاد. باید یه نفر باید پیاده کنه، اون انسان رو باز میخواد. اپراتور میخواد. شما فکر کنید دستگاه میاد توی کارخونه‌تون میذاره، اپراتور بالاخره میخواد دیگه. الان آره. 10 سال آینده شاید اصلا ما هم نباشیم. حالا این اتفاق هم اصلا اونقدر نمیشه پیش بینی کرد تو ایران. هوش مصنوعی رو فاندامنتال ایران در واقع تسلط داره یا نه؟ این یکی از تکنیکی از این مشکلیه که خیلی دارن میخوام ورکشاپ شرکت کنم، میگن توی ایران تاثیر داره یا نه. ما میایم چیکار میکنیم؟ ما شبیه سازی میکنیم ویژگی‌های ایران رو به ویژگی‌های یک کشور مجازی یا یک کشوری که شبیه ما آدما رفتار میکنن، فرهنگ ما رو دارن و دیتای ایران رو نداره که نه اصلا دیتای ایران هیچی، اصلا دیتای ایران که کارش نداریم. ما میایم شبیه سازی میکنیم به اون، از دیتای اون یه چیزی میگیریم که نتیجه مطلوب بهمون میده. ما مثل کشور مثلا هلند نمیتونیم یه دیتای خوب ازش بگیریم، ولی با شبیه سازی بهترین در بالاترین درصد دقیق بودن دیتا رو میتونید ازش بگیرید. ولی اصلا شما نگاه کن، شما به عنوان ایرانی دیتا ایرانی نداری. الان بریم مثلا چه اسمش شرکت آمار چیه، شما نگاه کن 10 سال یه بار دیتا بیرون نمیدن. الان شرکتایی که خودمون میبینید دیجیکالا اینا تقریبا 5 ساله که مد شده، همه دارن آخر سال دیتاشون رو میدن بیرون که نصفشون هم تقلبیه. یعنی این بحثیه که نصف دیتاشون هم اشتباهه. شرایط ورکشاپو که بهتون توضیح میدم. من کل روند رو گفتم. تقریبا ورکشاپمون 6 ساعته. مهمترین چیزی که من میگم تو ورکشاپ اینه که باید شبش بخوابیم. خب یعنی مهمترین المانی که شرکت باید بکنید شبش بخوابیم، به خاطر اینکه یه دیتای جدید داره تو ذهنتون وارد میشه و نیاز داره ذهنتون آماده باشه. هر چقدر ذهنتون آماده تر باشه و سوالی که میخواین بپرسین جلوتر باشه تو ذهنتون، میتونین خروجی بهتری از اون ورکشاپ داشته باشین. من فقط میگم اگه قرار خروجی درست داشته باشین، ذهنتون آماده نگهدارین و هر چیزی که تا حالا راجع به چت جی پی تی و هوش مصنوعی شنیدین که به جز چت جی پی تی قاعدتا زیاد نشینین، اصلا اسم کلاد و لاما و اینا رو کاملا مطمئنم گوگل پالم و اینا رو هیچ کدوم نشینین، چون اصلا تو ایران نمیگن. چت جی پی تی خوشگله، میدونین میان میگن چت جی پی تی فالوور میگیرن، میان چت جی پی تی یه کاری میکنن خب که آدما راحت باشن، ولی نه، کلاد جواب بهتری داره چت جی پی تی میده. بعد شما تست بکنید ببین تو موضوعی که شما میخواین کدومشون داره بهتون جواب دقیق تر میده. من خودم توی کار خودم میبینید توی ست هوش مصنوعی یه پرامپت رو پیست میکنم، میرم میبینم که این با توجه به نوع بیزینسی که من دارم ازش پرامپت میگیرم جواب دقیق تری میده. خب من میام از اون استفاده میکنم. چرا محدود کنم خودم رو به چت جی پی تی؟ ممکنه جواب درست بهتون نده. پرامپت نوشتن به فارسی باید بشه به انگلیسی؟ ببینید کل کانسپتی که به هوش مصنوعی انگلیسی باید بنویسیم. خب کاری که ما میکنیم چیکار میکنیم؟ ما اگر نخوایم به انگلیسی بنویسیم میایم به فارسی مینویسیم، میدیم به گوگل ترنسلیت، نمیدونم مایکروسافت ترنسلیت. به خودش هم میتونی بدی، ولی میتونیم به اونام بدیم، کپی کنیم، پیست کنیم، تقریبا همونی میشه شما انگلیسی بنویسید. یعنی زیاد اونقدر تفاوت نمیکنه. اگر تسلط به انگلیسی داشتین یه لول میریم بالاتر. و جوابی که بهتون میدارم میتونید چیکار کنید؟ پایینش می‌نویسین ترنسلیت کن تو پرشین از فلوئنسی از پاسیبل. خب یعنی به دقیق ترین مدلی که میشه براتون ترجمه میکنه، تموم شد. این اصلا قرار نیست کاری بکنه. حتی میگین انگلیسیشو بذار، پایینش برام فارسیشو بذار. من میگم با هم مقایسه میکنم اگه دوست داشته باشم. اصلا بفهم. هست چیزی که بخواید
میشه، یعنی عکس تولید میکنن و شما اگر یه حالت اسکچی هم بکشین میتونیم بهش بدین، به شما خروجی با مدل های مختلف بده. مثلا کسایی که یو آی دیزاینرن میان چیکار میکنن؟ یه سری سرویس هست میان رو کاغذ میکشن، با دست میکشن، این رو میدن اسکن میکنن، از اون ور چی میاد بیرون؟ یو آی سایتتون میاد بیرون، بهتون کد میده، از اون ور میرین پیست میکنین، تمام میشه. چرا شما باید برین فیگما رو باز کنین، کلی اون پشت کار بکنین بدونین؟ نه، تمام شد. فقط یه متخصص میخواد شخصی سازیش کنه، همین الان میخواد. استفاده کنی، ایده رو بهش بگی اگه مثلا من بودی همچین چیزی چجوری میکشی، دقیقاً اگه ایده میکشی میتونی ایده اون رو دوباره ایدیت کنی. یه میتونه بدیش نه ایده ازش بگیری، الان نداره، ولی دوربینایی اومده که روش هوش مصنوعی هست و داره میگیره. جالبه. الان در رابطه با کپی رایتینگ تو ایران ما بخوایم مثلا یه تکست رو واسه یه مجموعه بنویسیم، اطلاعی از اون اصطلاحات فارسی نداره چت. مثلا اصطلاحات فارسی مثالتون چیه؟ مثلا بهم بگین که بهتون بگم. مثلا یه شرکتی زده بود با مثلا با جت میخونه، مثلا خب بانک تجارت مثلا سیستم آنلاینش رو داشت مثلا درسته، مثلا با جت میری خونه. یا مثلا الان اسنوو مثلا زده که فرصت‌های بر آب رفته. درسته. خب این یه کپی رایتینگی که در واقع بر اساس دیتایی که تو ایران فارسی هست، در واقع این شخص اطلاعاتی که داره، واژه‌هایی که بلده این رو نوشته. خب چت جی پی تی این کارو نمی‌کنه. دقیقاً. حالا شما می‌خواید شروع کنید نوشتن، شما یه کپی رایتری، کپی رایتر ذهن محدودی داره نسبت به 2-3 تا حوزه، مثلا توی بیزینس کار کرده، تو هاسپیتالیتی کار کرده، فود اند بوریج، 3 تا صنعت مختلف کار کرده، 3 تا صنعت بیشتر بلد نیست. الان میاد وارد صنعت جدید میشه، قفل میشه. میخواد چیکار بکنه؟ میای بهش میگی تو صنعت این میخوایم این کارو بکنیم، در راستای اینه، ویژن شرکت اینه، این کار اینجوری اونجوری، بهم 10 تا ایده بده که من کپی رایت بیلبوردمو چجوری بنویسم که باعث بشه فروش بیاد، نه باعث بشه برند اورننس ایجاد کنه، باعث بشه بل 10 تا بهتون میده، شما از این 10 تا برمی‌دارین یه میکسی درست میکنین، اصلا دیگه به ایده پردازی نمی‌زنید، ایده پردازیتون میکنه. ولی ایشون در منظورش چیزی بود، اینکه الان مثلا چت جی پی تی یا هر ابزار دیگه بله اشرافی به اون در واقع اصطلاحات رایج در فرهنگ فارسی نداره. نه اصلا فرهنگ فارسی رو آره اونجوری که باید نمیدونه، اصلا هیچ سرویسی تو دنیا نمیدونه. من الان بهتون میگم من از اکثر سرویس‌ها تو دنیا استفاده کردم تو هر زمینه، ولی واقعا نمیدونن. ولی ما میبریم سمت جهتی که به جای اینکه بریم چند روز فکر کنیم ایده یابی کنیم، ایده ها رو بهمون میده، ما از قدرت ذهن و مهارتمون استفاده میکنیم، میایم ایده ها رو میکنیم یه کپی رایت میره رو بیلبورد، تموم شد. در واقع این کاری که من گفتم رو نمیتونه نه هنوز نمیتونه. یعنی همچنان موشیاش کلاس کپی رایتینگ منو بیاره. اگه کلاس کپی رایتینگ دارین کپی رایترتون اخراج نکنین لطفا. خب یه خواهشی دارم ازتون. چون مثلا این یه هفته مثلا این رو در واقع اکرام میکنه، بله بعد از یک هفته مثلا میاد می‌نویسه که به جای مثلا تیزینگ میره درست، آره به جایی که مثلا شما وقت در واقع صرف کردید واسه در واقع ظرف شستن مطالعه کن، بله فرصت‌های برباد رفته یا بر آب رفته. منظور این حرکت رو نمیتونه انجام بده. هنوز نمیتونه، ولی چت جی پی تی ورژن 5 داره میاد بیرون، واقعا نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. ببینید ما خیلی اینم خیلی جالبه، خوب شد اینو گفتیم، من 5 گفتم. ما شنیدیم چت جی پی تی، بیشتر از این نشیدیم. چت جی پی تی 32K و نمیدونم 9016 اینا قاعدتا نشیدی. تو دنیا میان میگن چت جی پی تی چت جی پی تی چت جی پی تی، اصلا ورژن های مختلف داره که دقت بالا و پایین‌تر داره، پرامپت بیشتر و کمتر میتونیم بهش بدیم، محتوای طولانی‌تر و کوتاه‌تر میتونه چیز کنه، تولید کنه برای ما. اوپن ای آی مدلز بزنید بعد از اینجا که رفتیم بیرون، ببین اصلا سایت اوپن ای آی ببینید چند تا فقط چت جی پی تی 4 داریم، چند تا 3.5 داریم، ولی به ما میگن چت جی پی تی 3. نهایتی که بگن 3.5 4. یعنی بیشتر از این اگر شنیدین به من بگین. نمیگن، چون واقعا کسی که بدونه خب مسلط تره بهش. کسی که بدونه میتونه یه محتوای 20000 کلمه‌ای تولید کنه، ولی کسی که ندونه میتونه 4000 کلمه محتوا تولید کنه. اینه که فرق آدمو میشه. و اونی که شما گفتید شاید تو 5 بیاد، چون 5 قراره خیلی پیشرفت کنه و تقریبا 2-3 ماهه یه قسمت پلاگین اضافه کرده چت جی پی تی، خب که شما خیلی کارا رو میتونید اون تو کنید. مثلا یه پلاگین داره به نام اسکولار اگر اشتباه نکنم اسمشو، که شما میایید از 40 میلیون پیپر مقاله و کیس استادی و چیزای علمی دیتایی که میخواین بکشین بیرون. یعنی من کسایی که اومدن میخواستن پایان نامه بدن گفتم حتما اشتراک چت جی پی تی رو بگیرین و از این پلاگین استفاده کنید. دقیق ترین دیتای علمی که میخواین رو بهتون میده.
اصلا دیگه نیاز نیست بریم فکر کنیم مقاله. مثلا یه موضوعتون بهتون بگم که چجوری دنبال خرد کردن نانوپلیمرها به یک روش خاص بود، یکی کسی که شرکت کرده بود و این رو گفت روش A رو تست کردم جواب نداد، ما اومدیم بهش گفتیم چه روش‌هایی وجود داره، روش A هم حذف کن، به جوابش رسید رفت. گفت من 3 ماه دنبال این پاراگراف بودم و تموم شد. یکی دیگه دنبال خونه تو تورنتو بود، داشت مهاجرت میکرد ببینه که با توجه به بودجهش و سلیقه‌اش داره به کجا میخواد بره بدون اجاره کنه. یعنی اصلا بستگی نداره دیتا چی تاپیک چی باشه، شما هر چی میتونید ازش بپرسین. کلا تکنیک بیسه، تکنیک یاد میگیرین رو تاپیک های مختلف اعمال میکنین. مشکلی که هست الان تو ایران دیتایی که در واقع هوش مصنوعی جمع کرده از اطلاعاتی که افراد عامی یا نیمه متخصص توی سطح وب در واقع پخش کردن، اون اومده در واقع استخراج کرده دیگه، بر اساس اون داره در واقع دیتای جدید ما میده. بله. این نمیشه کارش کرد تو فارسی به تو ایران. نه خب شما تو یه زمینه‌شو به من بگین من حل کنم. مثلا تو چه زمینه دیتای غلط داره فکر کنید بهمون میده؟ نه که دیتا غلط بده، دیتایی که توی وب هست تو ایران در واقع. نه خب میگم همون دیتایی که تو ایران وجود داره رو درستش خارجیش وجود داره، ما خارجیه رو درخواست میکنیم میایم ترنسلیتش میکنیم. ما نمیایم به دیتای وب فارسی، من مثلا میگم به دیتای وب فارسی خودمون چیکار نمیکنیم، اعتماد نمیکنیم. مثلا چی؟ شعر فارسی جزء معدودترین چیزهاییه که شما نمیتونید هوش مصنوعی به صورت درست بگیرید. مرسی. اون یکی از دقیقاً من منتظر 5 بیاد. 5 قراره تغییر تحول عجیبی بکنه و شاید این موارد هم شامل بشه. ولی تا 4 آخرین مدلی که تقریبا 32 کیچیچی 96 توی مایاس اومده این کارو نمیکنه. دقیقاً. ولی ما شبیه سازی میکنیم که بتونیم اون خروجی مطلوبی که بخوایم بگیریم. نه قبول دارن. خیلی چیزا خیلی منحصره. درسته. این چیزا میایم دقیقاً منحصر به فردی رو میذاریم تو پرامپتمون. دقیقاً چیزی که شما میگی منحصر به فرد رو بهش میدیم. باز هم دیتابیس ولی به جواب دقیق‌تر میرسیم. خب دقیق‌تر بازم نسبت به دیتابیسی که در واقع بهش دسترسی داره. درست. نه اینو نمیتونیم کارش بکنیم ولی بهش دسترسی درست داره. در واقع من دیتابیسی که یعنی چیزی که من نمیتونم تو یه سری زمینه‌ها نمیتونیم. باز هم اگر دیتابیسی که باید نداشته باشه، یعنی اطلاعاتی که باید نداشته باشه، بازم هر چقدر آپشن میشه نمیتونه به محاسبه. الان بحث دقیقاً همون دیتابیس است. یعنی دارن رو دیتابیس کار میکنن. هوش مصنوعی یکی از دیتابیس استفاده میکنه که تقریباً یکسانه. داره سرعت و دقتش میره بالا. کل کاری که دارن میکنن رو ورژن‌های مختلف اینه که این بتونه از این دیتابیس استفاده بهینه‌تری بکنه، دیتابیس بیشتر بشه و بتونه خروجی بیشتری به شما بده. کل ورژن‌هایی که داره میره بالا خلاصش قابل فهمش اینه که این دیتابیس بیشتر میشه و خروجی بهتر این هوش مصنوعی که این دیتابیس استفاده میکنه داره بهمون میده. حرفی میذارم منظورشونه که یه سری آدمه در واقع مرجع، نه آدمای عامی، آدمای سطحی باید وجود داشته باشن که این دیتابیس از فرهنگ ما در واقع در اختیار اون بذارن، نه اون چیزایی که همینطور حسابی پرت کرده توی شبکه‌های اجتماعی از ایران وجود داره. الان چیزی که تو دنیا وجود داره این بحثی که شما میگین یه ذره به شامل میشه بحث پرایوسی دیتای شرکت‌هایی که دارن و میخوان هوش مصنوعی استفاده کنن. الان خود شرکت اوپن ای آی جان مثلا فکر توی هر شرکتی مثل خود شرکت اوپن ای آی الان اومده یه پلنی داده، پلن انترپرایزشه. به چه صورته؟ من به عنوان یک شرکت به جای اینکه کارمندان بیان دیتای منو بزنن تو چت جی پی تی و یه خروجی بگیرن، میرم یه دیتابیس همون LLMی که اول بهتون گفتم اون پشت درست میکنم، بعد کارمندان میان از این هوش مصنوعی میپرسن، از دیتای خودم میپرسن، اون وقت میاد از دیتای من نگاه میکنه با توجه به برآوردی که به دیتای جهان داره برمی‌داره بهم خروجی میده و دیتای من بیرون نمیاد. اگر شرکت‌های ایرانی که و مسئولان ایرانی که هیچ وقت این اتفاق نمیفته بیان دیتای وب فارسی و چیزایی که میخوان مثلا تو بحث هنر بهش بدن و همچین LLM اون پشت ساخته بشه، ما میتونیم استفاده بکنیم به صورت دقیق و کامل. شعر مثل سعدی میتونه به اون بگه ولی نمیکنن قاعدتا. مشخص لارج لنگویج مدل. بله این ورکشاپی که حسین قرار هست زمان بکشه و آموزش بده روز 6 مهر ماه پنجشنبه 6 مهر ماه از ساعت 2 تا 8 2 بعد از ظهر تا 8 عصر برگزار میشه. یک نمیشه از پنجشنبه 2 مهر ماه، پنجشنبه 6 مهر ماه از ساعت 2 تا 6 بعد از 2 تا 8 2 تا 8
هوش مصنوعی الان شرکتی نیست که در واقع این دیتا رو جمع و در حال ساخت در واقع هوش مصنوعی تو ایران باشه؟ نه، هیچ کس این کار نکرد. مثلا شاهنامه رو مثلا بفرسته توی هوش مصنوعی و خیلی راحته ها. یعنی یه دیتابیس رو اصلا این چیزی که ما استفاده می‌کنیم، برنامه‌نویس‌های پایتون کار اومدن پشت نوشتن، ما قرار نیست برنامه‌نویسی کنیم. ما از چیزی که آسونه استفاده می‌کنیم. از الان بهتون میگم اون برنامه‌نویسی داریم، نه چیزی اون پشت داریم. اومدن نوشتن دیتابیس رو، حالا میان چیکار می‌کنن؟ شما میای دیتایی که می‌خوای رو برای شرکت خودت یا مثلا شاهنامه از هر چیزی میدی بهش، یه دیتابیسی ساخته میشه. هوش مصنوعی هم وجود داره. مثلا هوش مصنوعی شرکت اوپن ای آی، هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک که کلادو داره میده. اینا رو میذارن اونجا ازش استفاده می‌کنن. میتونن براتون اختصاصی یه چیزی به نام LLM که بهتون گفتم رو بسازن، اون لارج لنگویج مدلی که اون پشت رو براتون بسازن. میتونن این کارو میتونن یه هزینه ماهیانه میدن خیلی هم پایینه و این دارن این کار دنیا میکنن. الان مثلا شرکت‌ها دارن چیکار میکنن؟ بحث این ربات‌هایی که سوالات آدم‌ها رو جواب میدن پایین سایت‌ها، اینا میان دیتابیسی بهشون میدن، FAQ سوالات پرتکرار اونجا میذارن، به جای اینکه آدم‌ها بیان وقت بگیرن، نیروی نمیدونم ارتباط با مشتریان وقتشون بره و میان سوال میپرسن از دیتابیس خود شرکت که سوالا رو اختصاصی جواب داده، روش ارسال پاسخگویی و از اون میخونه بهشون میده و تمام میشه. دیگه ارتباط با مشتریانتون به جای 100 نفر میشه 5 نفر. مثلا اون دایرکت اتوماتیکی در واقع اینستاگرام طراحی کرده. بله. هر کسی دایرکت میده اتوماتیک خود اینستا در واقع جوابش رو میده. اون دیتاش هم اطلاع ساکن به اینستا میده. دیگه اون دیتابیسی که اون پشت به نام LLM ساخته میشه. اینو میدیم و کسایی که زحمت کشیدن اون پشت بازم زحمت میکشن و ما استفاده میکنیم. خواهش می‌کنم. اگه سوالی داری درباره هوش مصنوعی. آها من اصلا میگن نت خیلی ضعیفه، متأسفانه یکم دیر خوندیم نت ضعیفه. اگه سوالی دارین ممنون میشم بنویسین که اینجا بتونیم پاسخ بدیم. ولی دسترسی به اطلاعات مثلا کاربری فیسبوک یا واتساپ اینا چجوریه؟ دیتای فیسبوک رو که همه داره. یعنی فیسبوک اصلا شرکتش معروفه به علامت میگه. همه رو پخش کرد. فیسبوک اصلا جریمه شده. مثلا معروفه به فروشنده دیتای آدم‌ها. مثلا اونو نمیتونیم در نظر بگیریم. فیسبوک این کارو میکنه که همه این کار میکنن، ولی فیسبوک خیلی علنی این کارو میکنه. مثل جایی که میریم مثلا میگن رشته بدین، خیلی علنی. واتساپ اصلا جوری درآمدش از کجاست؟ دقیقاً. فقط داره دیتا میفروشه. لطفا دا؟ تلگرام نفروش. تلگرام میگه نمیفروشه ولی همشون پشت میفروشن. تو باور میکنی؟ جا؟ با نسخه‌های دیولپر انسان هم حالا میتونن در هر حال کد نویسی کلاس نیستش شما نمیتونید وارد بشین، اما نسخه‌های دیولپرش هم آشنا می‌کنید. مثلا می‌زنم خود چت جی پی تی نسخه دیولپر داره که می‌تونی وصلش کنید به وبسایت برسید کارا رو انجام بدید. API اون پشت وجود داره، API ور می‌داری میذاری تو وبسایت، بعد میره دیگه طریق کد نویسی، یعنی اون تیکر ما وارد نمیشی. ولی اینکه باید API بگیری، API کجا بگیری برداری بذاری اونجا تو وبسایت. آره APIش نشون میدم که کجا برداری بذاری تو وبسایت. اگر برنامه‌نویسی می‌کنی، مثلا من دیروز خودم یه کد CSS می‌خواستم، من اصلا نه CSS کار می‌کنم، یه زبان برنامه‌نویسی برای UI وبسایت چی کار می‌کنم؟ بهش گفتم یه کد CSS بده، رنگ اینجا عوض بشه، اینم جاستیفای کنه وسط. کد CSS رو من کپی کردم اینجا دیگه پیست کردم. یعنی ما اصلا برم طراح وبسایت رو پیدا کنم، ساپلای پیدا کنم که سخت‌ترین کاراست، باش تعامل کنم، قرارداد ببندم، خروجی نده، 2 هفته هی برم بیام چی شد یه کد تو 10 ثانیه. خودم از کد MySQL ازش استفاده کردم. آفرین. اون API جذاب‌تره. دیوانه‌وار استفاده میکنن. فقط شما بگین چی؟ طراحی گرافیک، طراحی وبسایت، طراحی نقشه‌های ساختمانی، هر چی که سرش طراحی بگیره استفاده میکنن. میدن به هوش مصنوعی بر فرض UI وبسایت میدین، اونجا براتون یه وبسایت خروجی بهتون میده. یا همین کدی که من بهتون گفتم، میگین یک المان توی وبسایت هم وجود داره، اینشو میخوام این رنگی کنم، این کارو کنم، کد CSS بهتون میده، کپی میکنین. پایتون میخواین کار بکنین، میگین میخوام یه متغیر تعریف کنم، این اتفاق بیفته، پایتون رو بلد باشین در یه حدی، چون پایتون هم سخته. این کارو کن، بهتون یه کد میده، کپی میکنین، پیست میکنین. تو بحث‌های مالی داره خیلی کمک میکنه. اصلا یه سری پرامپت‌های عجیب مالی وجود داره که شما در نهایت مثلا هزینه‌هاتون رو کم کنین، هزینه‌های ثابتتون رو کم کنین، ببرین تو هزینه‌های متغیر. خیلی بحث‌های مالی دارن تو دنیا ازش زیاد استفاده میکنن. مثلا یه سری دیتا وجود داره که ما میایم تمام دیتای مالی، وبسایت وجود داره، تمام دیتای مالیمون رو میدیم بهش و از اونجا به ما خروجی میده که اول بعد کجاها رو فیکس کنیم تو شرکتمون. میاد میگه اینجا رو فیکس کن، بعد این هزینه رو کم کنی و
اولویت بندی میکنه، ما میریم کم میکنیم. من یک نفر پیدا کنم که دیتا آنالیست بیاد برام این کارو انجام بده، 1-2 هفته وقت بذاره، بعد درست بده درست نده هست، همه اینا بعد حالا کی بره اعمال بکن. این اکشن میده، میگه الان برو اینو اعمال کن، برو اینو قطع کن، برو این کارو انجام بده. مهم اینه اکشن. ما همش تو فکرمون تو ذهنمون یه چیزی هست، اکشن که بریم پیاده سازی کنیم مهمه. اون اکشن رو میده، میگه الان این کارو بکن. خودکار خودش هم میتونه تصمیم بگیره یه زمانی یه کاری رو روی وبسایت انجام بده تو بحث آنالیز دیتا. ببین بحث هیت مپ هایی که تو وبسایت ها هست، خب میاد بهت میگه قبل اینکه ذهنم رفت تو بحث بیگ دیتا. خب آقای سلطان علی برای دکتر برای مثلا گزارش‌های ماهانه مربوط به دیتاهای خود مؤسسه خب یه کنسول داره. آره. و این کنسول اطلاعات داخلش احتیاج به تحلیل داره که مثلا من سئوکار دارم از AI استفاده می‌کنم. آره. بتونه به صورت خودکار این اطلاعات رو برداره، خودش آنالیز بکنه، وارد کنسولی خب بعد اینور کوئری بزنی بره اونور. اگه بتونی دیتابیسی وصل کنی، کوئری بلد باشی بزنی، از اینور میفرستی اونور. فقط بحث کوئری زدنه. اونو میتونی انجام بدی. و اصلا توی بحث وبسایت شما قبل از اینکه وبسایت طراحی کردین، شما مخاطب میاد روی وبسایت، بعد میفهمین کدوم نقاط وبسایتتون بیشتر کلیک میخوره، بیشتر مخاطب میبینه. بعد از اینکه 50000 تا نمیدونم 30000 تا مخاطب اومده، میتونین اینو بفهمین. صفحه‌ای که طراحی شده رو میدیم به هوش مصنوعی، بهش میگیم هیت مپ، میدیم کجاها رو بیشتر مخاطب میبینه، میایم اونجاها دکمه کال تو اکشنمون رو میذاریم. دکمه میذاریم که مثلا بنری میذاریم که برای اون مهم‌تر، تبلیغات اصلیمون رو اونجا میذاریم، پول بیشتری میگیریم. قبل از اینکه اصلا یوزر بیاد ما هزینه میکنیم ترافیک بیاد رو وبسایتمون، میدونیم اونجا چه خبره و این جذابه. یعنی هر کاری تقریبا میتونیم بکنیم. بسیار عالی. خیلی ممنون. دوستان سوال دیگه نداریم؟ ان شاء الله پنجشنبه 6 مهر ببینید. مرسی از همه کسایی که اومدن. مرسی.